تا عبودن که بودیم میدونی چی کاره بودیم؟ عبودن که بودیم که خدا بودیم سگه در خونمون پلنگ بود لوله کشی نوشابه داشتیم درخت شکلات داشتیم زنگ دستیمون طلا بود آفتابش نقره بود خلاصه آدم باید بلسه تو کشور فرانسه دختر لیسانسه آقا میگه آپارتمان 25 طبقه تو هر طبقهش 2 تا تک‌تیرانداز 2 تا کماندو فقط برای محافظت گذاشته بود میدونی اونجا خدا بودم ولی بدبختی ما اینجا بود اومدیم گشتاران از موقع که اومدیم گشتاران سندیش که به پیغمبری به امامی هم قبولمون نداره میخوام یه سرگذشتی از بچه ها رو رفتیم تهران تعریف کنم یه روز من بودم انا پلنگوش میکنیم رفتیم دم بوفه گفتم ببین تهران بود رفتیم نیاوران گفتم ببین صاحب بوفه بده یه 4 تا درسته در اومد گفت اول مایه دیدم انا پلنگ از صاحبش خوش شد رفت براش گرفتمش گفتم انا بابا بیخ بیار بابا بیا بیشه این گناه داره آقا انا گرفتم اومد خودم جا نگرفتم خودم بلند شدم رفتم بیرو بسر رفتم تو شیشه بیتری گفتم ببین خار کاسه اشکشکلاتی کاسه پاتی عرق آبتقاتی حبس بدن ملاقاتی جرم کوچیک من میدونی چیه؟ جرم کوچیک من قد و عرق خوری با صد بسار اینا که گفتم طرف پاپیون که هستن گفت بابا دلستر چی هستن بوفه برای خودتون دمش کرد انا پلنگ ولی 25 تا دلستر برد 13 تاشو من زدم و 12 تا خودش خوردیم و اومدیم بیرون ای بل دمش کرد اون روز هم هیچ وقت یادمون نمیره دمت گرم چاکرتون داداش